بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایند که بعضی اوقات روزه خوردگی رمضان او را گرفته نمیتونست مگر در ماه شعبان. چرا در ماه شعبان میگیره؟ به خاطر از اینکه رسول کریم صلی الله علیه و آله بیشتر که روزه میگرفتن، پس اینم برش چانس پیدا میشد و روزه میگرفت. پس میگفت که سال 12 ماه مصروف خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. که علما میفرمایند که وقتی که زن میخواسته باشه که روزه بگیره، باید شوهر خودش پرسان بکنه، الا روزه فرضی. روزه رمضان حاجت نیست که پرسان بکنه، چرا که حق الله است. حق الله بیشتر است از حق بنده کرده. لیکن دیگه اوقات اگر روزه بگیره، قضایی باشه یا روزه نفلی باشه، پس باید اجازه شه بگیره از شوهر خود. پس ایدن عزیزان و بزرگواران، ماه شعبان ماه روزه بوده. رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر روزه شه میگرفتن و ازواج مطهرات همچنان اونها اگر کدام قضایی می داشتن، اونها در ماه شعبان میگرفتن. و باید انسان این ما را اگر میتونه اقتدا بر رسولش کرده روزه بگیره. لیکن کوشش بکنه اگر روزه گرفتنی هست از ابتدای ما روزه بگیره، چرا که پایان ما را باید ترک بکنه. وصل کردن ماه شعبان به ماه رمضان نادرست و ناروا هست، باید وصل نکنه. این از این نگاه انسان باید متوجه از چیز باشه. اینه بود موضوع شعبان.